وقتی از گرانترین مشروب جهان میشنویم، پیش‌فرض ما به فکر مستی میافتد، در حالی که برخی از مشروبات الکلی به دلیل عطر و طعم پیچیده خود برجسته هستند. در اینجا 10 تا از گرانترین مشروبات الکلی جهان رو بهتون معرفی میکنم که 10مین مورد هم قیمت یک ماشین خوب یا حتی یک عمارت است. شماره 1 دالمور 62 ساله به ارزش $215,000. از این مشروب تنها 12 بطری ساخته شده و کسی نمی‌داند که نامش از کجا الهام گرفته شده است. آخرین بطری دالمور که در انظار عمومی بود در فرودگاه سنگاپور به فروش رسید. شماره 2 آرماند دبلیتناک مایتز به ارزش $265,000. این شامپاین که توسط رپرها و ستارگان ورزشی فوق‌العاده معروف و محبوب ساخته شده، گرانترین شامپاین جهان است. این شامپاین 30 ساله است و از بهترین انگورها در آن استفاده شده. شماره 3 رومانی کنتی به ارزش $558,000. رومانی کنتی به پادشاه شراب‌های کلکسیونی تبدیل شده است. آنها در سال 1945 تنها 600 بطری از این شراب را ساختند و این شراب به شرابی که با خودش در صلح است معروف است. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایکش کن. شماره 4 مک‌الن 64 ساله به ارزش $625,000. این مشروب گرانترین ویسکی دنیاست. مک‌الن به دلیل تولید ویسکی تک مالت با کیفیت فوق‌العاده معروف است. جالب است بدانید که از این ویسکی تنها 4 بطری ساخته شده. هر بطری آن از کریستال خالص و کار دست درست شده است. شماره 5 مندیز کوکونات برندی به ارزش $1,000,000. این مشروب از نارگیل درست شده و هر بطری آن توسط مؤسس خانه مندیز شماره گذاری و امضا شده است. شماره 6 دیوا ودکا به ارزش $1,000,000. این تنها ودکا در جهان است که پس از فیلتر شدن به روش سنتی از طریق سنگ‌های قیمتی و گرانبها فیلتر می شود. پس از آن این مشروب را در یک بطری با تعدادی از کریستال‌های سوارسکی که در یک لوله شیشه‌ای در وسط آن قرار دارد ریخته می شود، ولی طعم آن فرق چندانی با دیگر محصولات ودکا ندارد. 10مین مورد انقدر گرونه که برای خریدش باید کیف پولت رو به آتیش بکشی. شماره 7 روسا بالتیک ودکا به ارزش $1,350,000. بطری‌های این مشروب به گونه‌ای ساخته شده‌اند که شبیه خودروهای قدیمی به نظر می‌رسند و روی هر بطری از 100% طلای خالص با الماس‌های منبت‌کاری شده ساخته شده است. شماره 8 کنیاک گرند شامپاین هنری 4 به ارزش $2,000,000. کنیاک به مدت 100 سال کهنه شده است و بطری آن با طلای 24 عیار پوشانده شده که در یک محفظه پلاتین قرار گرفته و با الماس پوشانده شده است. شماره 9 تکیلا لی به ارزش $3,500,000. درباره این مشروب ادعا می شود که 6,400 الماس مختلف روی بطری به بهبود طعم تکیلا کمک می کند. به همین دلیل است که خرید آن بسیار گران است. با این حال تا به امروز کسی این مشروب را نخریده و به احتمال زیاد قیمت آن کاهش پیدا خواهد کرد. شماره 10 بیلیونر ودکا به ارزش $3,700,000. ودکای میلیاردر با شعار خوب است که پادشاه باشی، نوشیدنی الکلی خود را که کاملا با دست و کاملا بر اساس تقاضا تولید می کند که برای هر بطری از یک دستور روسی فوق محرمانه استفاده می کند. بطری بزرگ 5 لیتری آن تقریبا با 3,000 الماس و کریستال سوارسکی پوشانده شده و توسط لئون ور طراحی شده است.